میگه استاد 40 ساله شدیم، خسرم دیندار است، خسرم حاجی هست، خسرم 5 وقت نماز میخونه، لکن مرا مجبور میسازه که حرام بخورم آرسی کنم. مرا میگه هتل آرسی نکنی، من برای دختر خدا نمیتونم. استاد من چطور کنم؟ مجبور هستم برم از بانک های سود بخورم و بیایم آرسی ما بکنم. از خدا بترسین، آرسی های هتل بند کنین. از خدا بترسین، تویانه را بند کنین. کسی که تویانه میخوره امت رسول الله نیست. کسی که 3 لک و 4 لک دختر خدا میفروشه از صف پیغمبر خدا میبراید. سر جوان رحم بکنین. جوان مجبور میشه زنا بکنه و تو مجبور هستی که باید 300 نفر براتون نان بده. کسی که در تو دختر خیل کار برش روان میشه، علما شیشتن، علمای دیوان فیصله کردن که از طرف دختر خیل نان غصب است، رشوت است، حرام است. از طرف دختر خیل برات کارت آمد، نانش نخو، حرام است. او غصب